بعضی نفرها که در تاجیکستان راستی گپ می‌نویسند که خوری نه بیزنسمون پیش نمیره، $100,000 قرض داریم، $80,000 قرض داریم دیگه و دیگه. دوستان عزیز باور کنیم شد زمانی که ما را الحمدلله همین خیلی مانند شما بودیم. شد زمانی که برادر عزیز ما مغازین‌های الحمدلله داشتیم، همراه بعضی برادرها مقصد وقتی داد گرفت داشتیم همکاری میکردیم. روزانه الحمدلله از $1,000 $1,000 بالا بود، ولی هم طرف به صفر رسید برادرها. به یگان سبب، یعنی ما با چیزی ما میگیم به یگان سبب، یعنی سببایی که یعنی بگیم همون چیزی که بیزنس نیاز داشت ما میکردیم، ولی استاد رفتم خرج شد. وقتی که ما زیغ نشدیم زیادی وقت، ولی بعد از چند قدم فهمیدیم که همون چیز به خیر ما بوده است، به خوبی ما بوده. برای دوستان عزیز بیزنس ریسک دارد، بیزنس مشقت دارد، عمل دارد، موفقیت هم نیست.